درود خدمت دایی گلم. دایی یه دونه از حوضچه‌های آبی ایزد بانو ناهید یا آناهیتا رو نشون بدم لذت ببرین. خب حالا این دیدگاه آثار یوغن تثبیتی حوضچه‌های کوچیک در کنار راه مال رو میاد که برای همون پرندگان یا هر چیزی ازشون تغذیه کنن، آب بخورن. البته حکایتش مربوط میشه به الهه آب یا الهه روشنی آتنا، همون آپولو یا خواهر آپولو، همون 11 روبروش هم میشه 13. رو در رو یا دو برادر، دو خواهر، دو قلوهای افسانه ای، افسونگر، شیدا، دو بلگش پیدا. گرفتین چی شد؟ برگ همون انگور، می ناب. حوضچه بالا یک کاسه جوانای میاد بزرگ اندازه یه استانبولیه، جای مقدس توی دیوار اسرکه و الان شد یه دونه غار این گهوان آینی، همون الهی لاک پشتی که درون حوضچه آبی داشت شنا میکرد. از تو حیات بغلی دیدنش الهه های ناظر آسمانی. آخه نگاه خوشگل کجا خورده. البته یه کار هخامنشی، اشکانی، ساسانی، خلاصه قسمت کار خیلی بالا. کارهای سختی هم هسته، کار هرکی نیست. این کارا معمار بخت گذاشته، مانور دادن. مثلا این کارایی نیست که تو یه روز و یه شب و یه هفته سر تش بیارن به هم. شاه وقتی می اومده توی مکانی که 7 چشمه داری، منطقه شاهنشین، از روز اول معمار بسم الله با اولین عید یا مراسمای آیینی یا مراسمای سالیانه برلی